به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی. امیدوارم صحتمند و سلامت باشید. در خدمت شما هستم با دومین درس از جدول تناوبی عناصر. در درس اول در رابطه با ساختار فیزیکی جدول، اساس طبقه بندی عناصر، گروه ها، دوره ها و تعداد از خصوصیات مشترک عناصر شامل عین گروه و دوره صحبت شد که شما می توانید ویدیوی مرتبط از طریق از این لینک مشاهده کنین. همچنان لینک ویدیوی مرتبط در توضیحات این ویدیو قابل دسترس می باشد. در این ویدیو در رابطه با بلاک بندی جدول به 4 بخش S, D, P و F صحبت خواهم نمود، اما در آغاز یک مورد در ارتباط با گروه ها قابل یادآوری می دانم که گروه ها در جدول تناوبی عناصر دارای تعداد از نام های متداولند که در کتاب ها و متن ها به تکرار به آنها اشاره میشه. طوری که گروه اول اصلی به استثنای هیدروژن یا گروه 1 به نام فلزات القلی یاد میشن، چون تمامی عناصر شامل گروه اول از جمله فلزات فعالند و با ترکیبشان با آب القلی ها تشکیل میشه. گروه دوم اصلی یا گروه 2 به نام فلزات القلی یاد میشه. این عناصر هم از جمله فلزات فعالند و با ترکیبشان با آب تشکیل القلی ها را میکنند. عناصر شامل گروه های فرعی یا گروه 3 الی 12 به نام فلزات انتقالی خارجی یاد میشه که این نام برمیگرده به تقسیمات الکترونی یا آرایش الکترونی عناصری که در این موقعیت قرار داره. عناصر گروه سوم اصلی یا گروه 13 به نام گروه بور یاد میشه، چون آغازش با عنصر برون است. گروه چهارم اصلی یا 14 به نام گروه کربن یاد میشه، چون اولین عنصر گروه عنصر کربن است. گروه پنجم اصلی یا 15 به نام گروه نیتروژن یاد میشه، چون آغاز گروه با عنصر نیتروژن است. گروه ششم اصلی یا 16 به نام گروه اکسیژن یا کلکوژن ها یاد میشن. گروه هفتم اصلی یا گروه 17 به نام هالوژن ها یا نمکساز ها یاد میشه که در کل شامل غیر فلزاتن. و گروه هشتم اصلی یا 18 به نام گروه صفر یا گازات نجیبه یاد میشن. عناصری که در این موقعیت قرار داره یا در قسمت پایین جدول قرار داره، این دو سلسله از عناصر به نام فلزات انتقالی داخلی یاد میشه که این نام هم برمیگرده به ساختار الکترونی یا آرایش الکترونی عناصری که در این قسمت جدول قرار گرفتن. و حال میپردازیم به توضیحات در ارتباط با بلاک بندی جدول. جدول تناوبی عناصر بر اساس تقسیمات الکترونی عناصر شامل جدول به 4 بلاک مختلف S, D, P و F تقسیم میشه که در واقع بلاک بندی جدول نشان دهنده است که آخرین الکترون یک عنصر یا اتم در کدام سویه فرعی یا اوربیتالش قرار میگیره. حروف S, D, P و F از نام اوربیتال های گرفته شده که آخرین الکترون ها در تقسیمات الکترونی در این اوربیتال ها یا سویه های فرعی قرار میگیره. طوری که حرف S از کلمه شارپ که ارتباط داره با خطوط طیفی اوربیتال S، حرف P از کلمه پرنسیپل که ارتباط داره با خطوط طیفی اوربیتال P، حرف D از کلمه دیفیوز که ارتباط داره با خطوط طیفی اوربیتال D و حرف F از کلمه فاندامنتال که ارتباط داره با خطوط طیفی اوربیتال های F گرفته شده. دسته‌بندی جدول به بلاک ها ما را در تشخیص خواص فیزیکی و کیمیایی عناصر کمک میکنه. بلاک S در جدول تناوبی شامل دو گروه اول و دوم اصلی یا گروه 1 و 2 به استثنای عنصر هلیوم میشه. به این مفهوم که در تقسیمات الکترونی این عناصر آخرین الکترون به اوربیتال S شان تعلق میگیره. تمامی عناصر بلاک S به استثنای عنصر هلیوم به لحاظ کیمیایی فعالند که به طور نمونه شما ساختار الکترونی عنصر سدیم میبینین که در سویه فرعی 3s ختم میشه. بلاک D در جدول تناوبی عناصر شامل گروه های فرعی یا گروه های 3 الی 12 میشه. به این مفهوم که در آرایش الکترونی یا در تقسیمات الکترونی آخرین الکترون های این عناصر به اوربیتال D شان تعلق میگیره.
بلاک پی در جدول تناوبی شامل گروه های 3 الا 8 اصلی یا گروه های 13 الا 18 میشه که در تقسیمات الکترونی از این عناصر آخرین الکترون به اوربیتال های پی تعلق میگیره. در ضمن بلاک پی در جدول تناوبی شامل 3 طیف مختلفی از عناصرند که شامل فلزات، شبه فلزات و غیر فلزات میشه که شبه فلزات یک سرحد جدایی بین فلزات و غیر فلزات در بلاک پی تشکیل میتن. بلاک F در جدول تناوبی عناصر شامل 2 سلسله از عناصر میشه که در این قسمت قرار داره به نام سلسله لانتانایت ها و اکتینایت ها یاد میشه. به این مفهوم که در تقسیمات الکترونی یا در آرایش الکترونی آخرین الکترون های این عناصر به اوربیتال های F شان تعلق میگیره. یک مورد دیگری که در رابطه با سلسله لانتانایت ها و اکتینایت ها قابل یادآوری میدانم است که در جدول تناوبی این 2 سلسله عناصر در واقع در بین گروه های دوم اصلی و سوم فرعی قرار می گیرند. اما به خاطر از اینکه جدول دارای یک ساختار فیزیکی منظم باشه و خیلی طولانی نشود، این 2 مجموعه از عناصر در قسمت پایین جدول قرار می دهند که در پریودها سلسله لانتانایت ها مربوط پریود ششم و سلسله اکتینایت ها مربوط پریود هفتمند. اما در ارتباط با گروه ها هنوز یک اتحاد نظر در ارتباط با اینکه آیا سلسله لانتانایت ها و اکتینایت ها شامل گروه ها میشه یا نمیشه وجود نداره. در جدول ذیل شما قرار گرفتن تعداد الکترون ها یا آخرین الکترون ها را در سویه های فرعی برای عناصر بلاک های مختلف جدول تناوبی عناصر می توانید مشاهده کنید. به صورت خلاصه جدول تناوبی عناصر با در نظر داشته آرایش الکترونی یا ساختار الکترونی عناصر به 4 بلاک S, D, P و F تقسیم میشه که نشان دهنده قرار گرفتن آخرین الکترون یک عنصر در اوربیتال ها یا سویه های فرعیشان است. امیدوارم که توضیحات در ارتباط با بلاک بندی جدول برای شما مفید و واضح بوده باشد. در درس بعدی به پیش بینی تعداد از خواص متناوب عناصر در جدول تناوبی خواهم پرداخت. پس تا دیدار بعد، خدا نگهدار.